برای بچت یه ماشین بخر که همیشه گرفتار تعمیرگاه باشه. یه ماشین بخر که هر روز صبح کاپوتشو بده بالا و گیجشو بکشه، آبشو نگاه کنه، روغنشو نگاه کنه. یه ماشین بخر که صفکار و نقاشو بشناسه و با جابه درگیر باشه. برای بچت ماشین 0 کیلومتر نخر. براش ماشین کلاسیک، ماشین نیمه کلاسیک، براش ماشین مدل پایین بخر. یه ماشین ترکیده، یه ماشینی که جک زدن رو میشه یاد بده، یه ماشینی که آب کم کردن، روغن کم کردن، تعمیر موتور و خلاصه پولاش ازش بگیره و بعداً براش این ماشین بگیره. وقتی مسیری طی کرد براش ماشین بگیره. اگه دوستش داری، اگه میخوای بهش خیانت کنی، میتونی براش ماشین صفر بخری. میتونی اونو مثل گاو بار بیاری که تو جامعه سرشو کلاه بزن، یا وقتی کنار جاده پنچر کرد دست نسینه وایسه یه نفر لاستیک ماشین رو براش عوض کنه. میتونی این کارم بکن، میتونی این کارم بکن. دست توی که بچه تو چجور بار